جرم‌های داخل منبع مایع جلادهنده را که مانع از ورود مایع جلادهنده به سیستم شستشو می‌شد، با استفاده از ترکیب جوش شیرین و سرکه شستم و تمیز کردم. سلام، من سید علی اکبر حسینی هستم از کانال مهارت‌های زندگی. در این ویدیو میخوام به بررسی علت‌های کدر شدن ظروف تو ماشین ظرفشویی بپردازم. پس بریم با هم این علت‌ها رو بررسی کنیم. اولین دلیل میتونه کثیف بودن فیلتر کف و صافی داخلش باشه. بررسی کنید اگر این فیلتر و صافی‌هاش کثیف بود، با فرچه نسبت به شستن و تمیز کردن اون اقدام کنید. دومین دلیل میتونه گرفتگی سوراخ‌های پروانه‌ای آبپاش باشه. آبپاش‌های دستگاه رو باز کنید، سوراخ‌هاش رو نگاه کنید و اگر جرمی داخل سوراخ‌ها بود سعی کنید با پنس یا سوزن درش بیارید. گرفتن آب داخل این پروانه‌ها و همچنین تکون دادنش مؤثر در بیرون آوردن جرم‌ها. خوشبختانه قرص‌ها و پودرهای جرمگیر هم در بازار موجوده که هم برای ماشین‌های لباسشویی و هم ماشین‌های ظرفشویی قابل استفاده. میتونید با استفاده از دستورالعملی که روی قوطی‌هاشون نوشته ازشون استفاده بکنید. سومین دلیل اینه که بعضی از ماشین‌های ظرفشویی مثل LG، آیگه و بوش تو برخی مدل‌هاشون منبع مایع جلادهنده‌شون درجه داره و این درجه بایستی بر اساس املاح و سختی آب اون منطقه‌ای که زندگی میکنید تنظیم بشه. پس با یکی دو بار سه بار شستشو و کم و زیاد کردن این درجه میتونید به نتیجه دلخواهتون برسید. دقت بفرمایید درجه‌های بالاتر بیشترین میزان خروج مایع جلادهنده رو هنگام شستشو به همراه داره و معمولاً جهت ظروفی که نیاز به درخشندگی بیشتر و تزئینی هستن به کار میره. دلیل آخری که باعث کدر شدن ظرف‌ها تو ماشین ظرفشویی میشه و میخوام توضیح بیشتری راجبش بدم، استفاده از شوینده و جلادهنده‌های نامرغوب و بیکیفیتیه که امروزه متاسفانه تو بازار انواع تقلبی و فیکش هم زیاد شده و استفاده از اینا میتونه آسیب‌های جدی به دستگاه ماشین ظرفشویی زده و همچنین رسوبات و جرم‌هایی را تو منبع مایع جلادهنده ایجاد میکنه که مانع از ورود این مایع در مرحله آخر شستشو و تمیز کردن ظرف‌ها میشه. چون این مورد عیناً در ماشین ظرفشویی خودم که ایندزیت هست به وجود اومد، در ادامه این ویدیو راهکار برطرف کردن این رو خدمتتون اعلام میکنم. چند وقتی بود که ماشین ظرفشویی من ظرفا رو و لیوانا رو کدر و لکه‌دار میشد و طی همین مدت هم متوجه شدم که مایع جلاسنج و شفاف کنندهش خیلی کم تغییر میکنه، حجمش زیاد مصرف نمیشه. به همین خاطر باز کردم ماشین ظرفشویی و تا به منبع رسیدم، دیدم که داخل منبعش کریستال های سفید رنگی زده بود که جلو مجرای ورود این مایع به سیستم شستشو و آبکشی رو گرفته. شاید به دلیل کیفیت پایین و تقلبی بودن این مایع ها بود که این در واقع سفیدک ها و کریستال ها رو زده بود و باعث انسداد مجرا شد. به همین خاطر منبع رو باز کردم و تمیزش کردم، شستشوش دادم و این عیب برطرف شد. حالا در این ویدیو میخوام که مراحل و نحوه باز و بسته کردن و تمیز کردن این منبع رو با شما عزیزان به اشتراک بگذارم. اولین اقدام جدا نمودن دو شاخه دستگاه از پریز برق. در و دستگاه رو باز کرده
پیچ‌های اتصال سینی به درب رو باز می‌کنیم. دقت بفرمایید در بعضی از دستگاه‌ها پیچ‌های بالای درب که تعدادشون 4 تاست یه مقدار بزرگتر از پیچ‌های کناری سمت راست و چپ سینی میباشن که موقع بستن این مورد رو در نظر بگیرید. پس از اینکه پیچ‌ها رو باز کردیم درب رو به آهستگی به حالت بستن و به سمت بالا حرکت میدیم. در این وضعیت دقت بفرمایید که حتما یه دستتون روی پنل الکتریکی و برد دستگاه باشه که چون پیچ‌ها رو باز کردیم نیفته و آسیبی به سیم‌ها و سوکت‌های اون نرسه. پنل الکتریکی دستگاه رو روی جعبه یا باکس که ارتفاعش از زمین 30-40 سانته قرار میدیم که سیم‌ها و سوکتاش تحت فشار نباشن و قطع نشن. در این حالت حتما یک فیلم یا عکس از محل اتصال سیم‌ها و سوکت‌ها بگیرید که هنگام بسکن به مشکل برنخورید. این محفظه پلاستیکی منبع مایع جلادهنده دستگاهه که وظیفه‌اش از بین بردن لکه‌ها بر روی ظروف به دلیل املاح موجود در آب و براق کردن اونها است. پس از اینکه سوکت‌های برق منبع رو درآوردیمشون، پیچ‌های متصل به منبع رو باز می‌کنیم. 3 تا پیچ بالا هست و 3 تا پیچ پایین که به وسیله 2 تا پنل به سینی متصل شدن. درب ماشین رو یه مقدار به سمت پایین میدیم و در این حالت منبع به راحتی خارج میشه. عزیزان من چون حدود 2 ماه پیش این مشکل برای دستگاه ظرفشویی پیش اومده بود و منبعش رو شستم و تمیز کردم، شاید تو فیلم اون سفیدک‌ها و کریستال‌ها رو نمی‌بینید به دلیل اینکه چند وقت پیش شسته شده بود و تمیز شده. برای از بین بردن جرم‌ها و سفیدک‌های داخل منبع من از ترکیب جوش شیرین و سرکه استفاده کردم. البته فرقی نمی‌کنه چه سرکه سفید باشه و چه سرکه معمولی. شما همچنین میتونید از جوهرنمک رقیق هم استفاده کنید. پس از اینکه سرکه رو اضافه کردیم این ترکیب واکنش شیمیاییش رو انجام میده. کافیه چند دقیقه‌ای در حدود 3-4 دقیقه صبر کنیم تا واکنش انجام بشه و این ترکیب رطوبات داخل منبع رو به خوبی پاک کنه. همینطور که میبینید بله واکنش داره انجام میشه و عمل جلدگیری هم به این شکل داره انجام میشه. دقت کنید که حتما جلادهنده و مایع شوینده را از جای معتبر بگیرید که موجب آسیب رسیدن به سایر قطعات ماشین نشه. خب وقتی که مطمئن شدیم که تمام جرم‌ها و اون کریستال‌های سفید رنگ گرفته شده، منبع رو با آب چندین بار میشوریمشون. آب میکنیم و کاملا تمیز میشوریم که دیگه آثاری از جرم‌ها تو منبع نباشه. بعد از شستن منبع به خاطری که مطمئن بشیم آبی داخل سوکت‌ها نیست که بعداً موجب اتصال برق بشه، با سشوار داخل سوکت‌ها رو خشکش میکنیم.
به خاطر اینکه واشر پلاستیکی دور منبع هنگام بستن جابجا نشه، یه مقدار چسب مایع به چهار طرف منبع میزنیم و واشه رو روش میچسبونیم که خوب فیکس بشه و ثابت بشه. منبع رو به همون شکلی که در آورده بودیم سر جاش قرار میدیم و نسبت به بستن پیچ ها اقدام میکنیم. در پایان با تشکر از صبر و حوصله شما در دیدن این کلیپ آموزشی، امیدوارم تونسته باشم با اشتراک گذاشتن این قبیل تجربیات کمکی به شما عزیزان کرده باشم. در صورت مفید بودن این ویدیو خوشحال میشم که لایک کرده و به منظور آگاهی از فیلم‌های این قبیل پیشنهاد میکنم کانالمون را سابسکرایب کنید و علامت زنگوله را بزنید. آدرس ایمیل این جانب lifeskills1346 می باشد و از این طریق و سایر راه‌های ارتباطی یوتیوب آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان خواهم بود.